نمیصرف. داداش این دیگه اینا به تازه است. اینو میخوام. میگم تازه است. خب بعد اینو میخوام. میگم تازه است. اینا بهتره. این بهتره. پوفیوز من میدونم بهتره یا تو؟ بشه دو تا رولت میذاری تو پاکت. دو تا برو اونور اومد. بیا قرونه. داداش گفتم دو تا بزرگ بود خورشتی خوردش کردم. یاده با میخوام چیکار کنم؟ 8 تا کارگر اون پشتن. 3 تا بچه دارم. آقام هم یتیم خدا رو خوش نمیاد. ببر. خب باشه بذار. قربونت برم. دست تو بردار لاغر. این دست 6 کیلو بیشتره. 8 تا. حاج مهدی مخلصم. شکر دادا. پشمک. ببین بچه خوش که من بچه جا موشاش افتری گربه میبردن اونورا. میام اونور دهن. پشمک نه. قربونت برم اونجا هست تست کن ببین چه جوریه. در خدمتتون هست. 5 سال تو ویترین من چرا میگم جنسیت دخترم که هستی منم که سینگل. قربونت بشم. خدمت داداش دیگه همین دیگه که تولد بخشادی گم شد. عجب یوبسایی هستی چم موزیکال ببر. چیه دیگه اینو یه چی روشن می‌کنی میچرخه موزیک میکنه پشماتون میریزه داداش. اسپرسو نظرت دستگاه اسپرسو بندازیم کنج مغازه اسپرسو با نون خامه بدیم دست مردم نمیصرفه. داداش واسه صاحب نبود میدی. بیا داداش. داداش یه دونه چه خبره؟ خدا شده 8 تا شاگردون پشت دارم. داداش 8 تا شاگرد نون میدی چه میدی به من چه؟ نه سوء تفاهم نشه میگم 8 تاشون میاد مثل سگ بزنم میبری یا نه؟ چقدر میشه؟ خیلی خوراک باشه ان شاءالله به شادی مصرف کنید. بیا اون پشت. حساب اینجا ببینم. جناب آقا. چرا بیکار نشستی؟ چیکار کنم آقا؟ تعداد اینا رو داری یا نه؟ نه آقا. دونه دونه‌شون رو میشماریم این چند تا. چش.